سلام و عرض و ادب و احترام خدمت تک تک عزیزان خداوند. خیلی خیلی خوش اومدید یک بار دیگه به مطالعه کتاب خروج و خدا رو شکر میکنیم به خاطر وجود خداوندمون و وجود تک تکتون که زمانهاتون رو قربانی کردید که تو این لحظه با هم دیگه باشیم و از کلام خدا بگیم، بشنویم و از کلام خدا برکت بگیریم. جلسه‌مون رو به نام عیسی مسیح تقدیس میکنیم و به دست امن و امین خداوند او میسپاریم و از طریق روح قدوسش میطلبیم که تک تک ما رو تعلیم بده که نه فقط شنوندگان بلکه عمل کنندگان کلام باشیم. به نام عیسی مسیح آمین. خب ما همینجور که مستحضر هستین کتاب خروج رو که با هم دیگه شروع کردیم، رسیدیم به فصل 33 و 34 رو که امشب به فیض خدا این دو فصل رو با هم دیگه نگاه میکنیم، دنبال میکنیم. اگر حضور ذهن داشته باشین، ما جلسه قبل فصل 32 گناه قوم رو باش آشنا شدیم. قومی که خداوند با تمام اون محبتی که به این قوم داشت، با معجزاتی که از مصر بیرونشون آورد، اما اومدن و شروع کردن به درست کردن بت اپیس یا همون گوساله طلایی و همون بتی که نتونست به مصریان کمک بکنه. قوم اسرائیل متاسفانه از مصر اومده بودن بیرون، اما هنوز که هنوز اون خدایان، اون باور مصریا توی ذهن و قلبشون بود. به همین دلیل رو آوردن دوباره به همون خدایانی که توی مصر بود. ما توی فصل 32 با دو خادم در اصل آشنا شدیم. یکی موسی که دل خدا رو داشت، برای خداوند غیرت داشت، و یکی هارون که دنبال بیشتر میل و تمایل اشخاص بود، دنبال این بود که مردم ازش راضی باشن. و متاسفانه یک کاهنی بود، با اینکه اولین کاهن اعظم بود، اما طبق کلام خدا، طبق قلب خدا و با حکمت رفتار نکرد. اما موسی رو دیدیم که وقتی که در حضور خداوند شفاعت میکنه و وقتی که از کوه میاد پایین میبینیم که برای خداوند غیرت داره. پس این دوتا خادم رو ما با هم دیگه دیدیم. خیلی مهمه که توی طول خدمتمون اگر قرار بر این شد که به فیض خدا به نام عیسی مسیح توی اون خواندگی که خداوند برای ما مشخص کرد و مشخص شد توی اون خدمتمون باشیم، چطور باید برای خداوند خدمت بکنیم، هم خدا رو خدمت بکنیم، هم قوم خدا رو خدمت بکنیم، فرزندان خدا رو خدمت بکنیم. و همونجور که پولس توی غلاطی‌ها میگه هرگز که من به دنبال خوشنودی شما نبودم. تمام هدف پولس این بود که خوشنودی خداوند. پس ما توی فصل 32 دیدیم که قوم رفتن به سمت گناه، بت پرستی، و ما عواقب این گناه بت پرستی رو توی فصل 33 و 34 مشاهده میکنیم. در انتهای فصل 32 هم ما با هم دیگه نگاه کردیم و موسی اعلام میکنه که خداوند من رو از دفتر حیات حذف کن، پاک کن. و این دفتر حیات یا همون دفتر زندگی، منظور زندگی بر روی زمینه. و متوجه شدیم که هیچ کس، نه موسایی که اینجا داره اعلام میکنه، نه حتی پولسی که توی رساله رومیان داره اعلام میکنه، هیچ کس شایسته اینه که بخواد کفاره بشه برای قوم و برای انسانها. شایسته نیست جز عیسی مسیح، چون عیسی مسیح اول کفاره شد و بعد شفاعت کرد. دلیلش هم متوجه شدیم، چون یکی این که موسی گناه کرد و یک گناهکار به هیچ عنوان نمیتونه کفاره بشه. دوم، موسی روحش، جانش به خودش تعلق نداشت. به همین دلیل که عیسی مسیح میگه من این اقتدار رو دارم که جان خودم رو بدم و باز پس گیرم. اما این اقتدار و این قدرت و این قوت رو موسی نداشت و هیچ شخص دیگه نداشته و نداره. و میرسیم توی فصل 33 که با هم دیگه نگاه میکنیم آیه با آیه رو، و این عواقب گناه قوم که خداوند اعلام میکنه به موسی که شما رو من توی سرزمین کنعان میبرم، اما دیگه من در بین شما نیستم. فصل 33. ببخشید. آنگاه خداوند به موسی گفت این مکان را ترک کن.
تو و این قوم که از سرزمین مصر برآوردی و به سرزمینی برآ که برای ابراهیم، اسحاق و یعقوب سوگند یاد کردم. پس همون وعده‌ای که خداوند به ابراهیم و اسحاق و یعقوب داد ما توی کتاب پیدایش نگاه کردیم، دنبال کردیم و زمان تحققشه که اینا توی اون سرزمین وارد بشن، سرزمین کنعان. پس از این جایی که هستی بیرون برو و در اون سرزمین قرار بگیرید. و گفتم آن را به نسل تو خواهم بخشید. من فرشته پیش روی تو خواهم فرستاد و کنعانیان، اموریان، هیتیان، فرزیان، هویان و یبوسیان را بیرون خواهم راند. میبینیم اینجا که خداوند میگه پس من باهاتون نمیام، بلکه فرشته خودم رو پیشا پیش شما میفرستم و این فرشته شما رو هدایت میکنه، بهتون کمک میکنه، ازتون مراقبت میکنه تا برسید به این سرزمینی که این اقوام داخلشن. اما بعضیا ممکنه برگردن بگن این سرزمین که به این اقوام، این قوم ها تعلق داره، پس چرا خداوند میخواد این اقوام رو از اونجا بیرون بکنه؟ اما وقتی که ما به فصل 10 از کتاب پیدایش نگاه بکنیم میبینیم در ابتدا خداوند این منطقه، این زمین رو به قوم اسرائیل داد و این اقوام بودن که اومدن و زمین رو و این منطقه رو یک جوری میشه گفت که چی گرفتن؟ لغتش یادم رفت کلمه‌شو، اما مثل جوری که میگن توقیف کرده، نه توقیف نه، غنیمت به غنیمت گرفتن. عذرخواهی میکنم آره، اومدن اینجا رو تصرف کردن و داخل اینجا ساکن شدن. بعضی موقع بعضی کلمات آدم از ذهنش میپره، با اینکه معمولا میگیم سر زبونمون، اما وقتی که نگاه میکنیم به کتاب مکاشفه فصل 11 آیه 18 میبینیم که خداوند اونجاست که میگه آنانی که زمین رو نابود کردن خداوند میاد و تمام اون اشخاص رو نابود میکنه و این اقوامی بودن که متاسفانه بت پرست بودن و متاسفانه توی گناه زندگی میکردن و خداوند حدود تقریبا 430 سال بهشون فرصت داد، یکی اینکه توبه بکنن، اما اینا نه توبه کردن بلکه به اون چیزی که داشتن انجام میدادن اصرار داشتن و تاکید داشتن. آیه 3: به سرزمینی برآ که شیر و شهد در آن جاری است، اما من در میان تو نخواهم آمد، زیرا قومی گردنکشی مبادا تو را در بین راه هلاک سازند. پس من با تو نمیام چون شما قوم گردنکش هستید، قومی هستید که گناهکارید و این گناهشون رو ما توی فصل 32 مشاهده کردیم. پس اینجا ما قدوسیت خدا رو متوجه میشیم. اما اگر نگاه کنیم به کتاب اشعیا فصل 33 آیه 14 کلام خدا خیلی به زیبایی میگه. آیا کسی میتونه در حضور خدایی که همچون آتش فروبرنده است بتونه در حضور خداوند باشه؟ آیه 14: گناهکاران در صهیون ترسانند و لرزه بر تن منافقان افتاده است. کیست از ما که بتواند در آتش سوزاننده منزل گزیند و کیست از ما که بتواند در آتشگاه جاودانی ساکن شود؟ اینجاست که میبینیم پس چون خدا قدوسه و از گناه متنفره، اینجا داره به موسی میگه که موسی من با تو هستم اما با قوم نیستم، زیرا اینا گناه کردن و خیلی گناه هم سبک شمردن، خیلی راحت شمردن و رفتن شروع کردن به گناه کردن. آیه 4: چون قوم این سخنان مصیبت بار را شنیدند ماتم گرفتند و هیچ کس بر خود زیور نیاویخت. پس اینجا متوجه میشیم که قوم شروع کردن به ماتم، یعنی اول توبه کردن و بعد تمام زیورالاتی که به سر و روشون آویزون کرده بودن، یعنی به شکوه و جلال خودشون اینا افتخار میکردن، اینا این زیورالات رو دروردن، به نوعی
شروع کردن توبه کردن و پلاس پوشیدن. اونجاست که موسی میره برای قوم باز شفاعت میکنه. زیرا خداوند به موسی گفته بود به بنی اسرائیل بگو شما قومی گردن کشید، اگر حتی لحظه‌ای در میان تو آیم ممکن است نابودت کنم. حال زیور خود را به در آر تا ببینم با تو چه کنم. پس بنی اسرائیل زیورهای خود را از کوه حوریب از خود به در کردند. خیمه ملاقات. باری موسی را عادت بر این بود که خیمه‌ای برگیرد و آن را بیرون از اردوگاه کمی دورتر از آن برپا کند. این خیمه ملاقات همون مسکن ملاقات یا مسکن خدا نیست. این خیمه‌ای بود که متعلق به موسی وقتی که قبل از اینکه این خیمه مقدس ساخته بشه با خداوند در خیمه خودش، در خیمه ملاقات میکرد و حضور خدا در این خیمه با موسی اتفاق میافتاد. او این خیمه را خیمه ملاقات می‌خواند. هر که طالب خداوند بود به آن خیمه که بیرون از اردوگاه بود میرفت. خب پس اینجا میبینیم که موسی خیمه رو بر میداره و به بیرون اردوگاه میره و این اردوگاه با این جمعیتی که بود یعنی بین 2 تا 3 میلیون نفر یک مساحت حدود 20 تا 25 کیلومتر رو داشت. پس موسی این چادر رو این خیمه رو روی دوشش هولش میگیره و از اونجا خارج میشه. چرا؟ به خاطر که این قوم گناه کردن، نمیخواد و به خاطر اینکه قدوسیت خداوند رو شناخت موسی فیض خداوند رو درک کرد، قدوسیت خداوند رو درک کرد. داخل مزمور 103 آیه 7 و 8 به زیبایی کلام خدا میگه که خداوند راهاش رو به موسی و طریقش رو به قوم اسرائیل داد. مزامیر 103 آیه 7 و 8. او راههای خود را به موسی و اعمال خیش را به بنی اسرائیل. یهوه رحیم و فیاض است، دیرخشم و آکنده از محبت. پس خیلی خوبه، خیلی زیباست که راه خدا رو ما بدونیم، آگاه باشیم تا طریقه های خداوند رو. و اینجا میبینیم که موسی راه خداوند رو میشناخت چون خود خداوند رو میشناسه. آمین. هرگاه موسی به سوی آن خیمه بیرون میرفت، قوم جملگی برخاسته هر یک به در خیمه خود می ایستادند و موسی را تا هنگامی که داخل آن خیمه میشد نظاره می کردند. وقتی موسی به خیمه داخل میشد، ستون ابر فرود می آمد و به در خیمه می ایستاد. جلال خداوند پس بیرون خیمه نزد موسی می اومد و موسی شروع می کرد به صحبت کردن، سخن گفتن با خداوند. و خدا با موسی سخن می گفت. هنگامی که همه قوم ستون ابر را ایستاده به در خیمه می دیدن، همگی برخاسته هر یک به در خیمه خود پرستش می کردن. خداوند با موسی رو در رو سخن می گفت، چنانکه کسی با دوست خود سخن بگوید. سپس موسی به اردوگاه باز می گشت، ولی خادم جوانش یوشع پسر نون خیمه را ترک نمی کرد. موسی و جلال خداوند. موسی به خداوند گفت تو به من میگویی این قوم را ببر، ولی نمیگویی چه کسی را همراه من میفرستی. اینجا اولین درخواست موسی رو میبینیم از خداوند. پس تو به ما میگویی که این قوم رو ببر، به من میگویی که این قوم رو ببر، اما نمیگی که چه کسی را با من میفرستی، کی را با من میفرستی. و ما متوجه شدیم که خداوند گفت من با تو نمیام، هرچند با تو هستم اما با قوم نیستم و فرشته خودم رو. اما موسی نمیخواد که فرشته خداوند باشه، بلکه میخواد خود خداوند باشه و اینجاست که خداوند دنبال اون چیزی که هست داره موسی یاد میگیره، یعنی شفاعت کردن برای قوم. ما متوجه شدیم بین موسی و هارون، موسی کسیه که وقتی که بالای کوهش کاهن شفیعه و وقتی که پایین کوه نبیه و برای خداوند غیرت داره و اینجاست که موسی داره یاد میگیره و خدا میخواد به موسی یاد بده. پس اینجا شروع میکنه اولین درخواستشو. تو میگی برید، اما کرا میفرستی؟ من میخوام تو با ما باشی، چون ما اگه قراره بریم توی اون سرزمین کنعان
سرزمینی که به شیر و شهد معرفی شده اما تو نباشی، اونجا اصلا برای ما معنایی نداره، اونجا برای ما اصلا ارزشی نداره. ما میخوایم هر جایی که تو هستی ما اونجا حضور داشته باشیم. حضور توست اونجا برای ما مثل شیر و شهده. آیه 12. موسی به خداوند گفت تو به من میگویی این قوم را ببر، ولی نمیگویی چه کسی را همراه من میفرستی. میگویی تو را به نام میشناسم و در نظرم فیض یافته ای. اینجا برمیگرده موسی بهش میگه که به خداوند میگه تو میگی من تو را به نام میشناسم و در حضور من فیض یافتی. پس موسی فیض رو درک کرده، قدوسیت خدا رو هم درک کرده، اما روی این درخواستش اصرار داره و این اصرارش نه فقط برای خودش بلکه برای قومش هم هست. آیه 13. اگر در نظرت فیض یافتم تمنا دارم راههای خود را به من بیاموزی تا تو را بشناسم و همچنان در نظرت فیض یابم. و خداوند و در نظر داشته باش که این مردم قوم تو اند. آیه 14. خداوند پاسخ داد روی من خواهد آمد و تو را آرامی خواهم بخشید. آنگاه موسی به خداوند گفت اگر روی تو با ما نیاید ما را از اینجا مبر. اینجا درخواست دومشه. پس خداوند به موسی میگه پس روی من خواهد آمد و به تو آرامی خواهد داد، اما موسی است که دوباره اصرار میکنه اگر روی تو با ما نباشه، یعنی اگه حضور تو با ما نباشه ما اصلا نمیخوایم از اینجا بریم. ما دنبال برکت نیستیم بلکه دنبال صاحب برکتیم، یا همون برکتی که خداوند به ابراهیم داد یعنی اسحاق. و وقتی که به ابراهیم گفت برو پسرت رو قربانی کن، ابراهیم سریع گفت لبک و اطاعت کرد. چرا؟ چون ابراهیم این رو درک کرد که این برکته، اما من صاحب برکت، چون صاحب برکته که میتونه این برکت که پسرمه حتی اگر مرده باشه و حتی اگر خاکستر باشه باز تبدیلش کنه به یک انسان زنده. آیه 16. زیرا از کجا معلوم می شود که من و قوم تو در نظرت فیض یافته ایم؟ اگر نه از آمدن تو با ما، چه چیز دیگر من و قوم تو را از همه اقوام دیگر روی زمین متمایز می سازد. خداوند به موسی گفت این کار را نیز که گفته ای خواهم کرد. پس درخواست دومش هم موافقت میکنه خداوند، پس این کاری هم که گفتی بازم من انجام میدم و با شما هستم. زیرا در نظرم فیض یافته ای. بازم داره اشاره میکنه چون در نظرم فیض یافتی. خیلی جالبه که بعضی موقعاتی که نگاه میکنیم دنبال میکنیم عزیزانی که راجع به کلام خدا صحبت میکنن میگن اصلا داخل عهد قدیم ما اصلا به فیض اشاره نشده، اما فیض چیزی که توی عهد جدید یعنی از طریق عیسی مسیح. اما وقتی که نگاه میکنیم به کتاب مقدس فصل 6 از کتاب پیدایش میبینیم برای اولین بار اونجا به فیض اشاره شده و آخرین بار توی فصل 22 از کتاب مکاشفه. زیرا در نظرم فیض یافته ای و تو را به نام میشناسم. آنگاه موسی گفت تمنا این که جلال خود را بر من بنمایی. گفت من تمامی نیکویی خود را از برابر تو میگذرانم. اینجا موسی درخواست میکنه که جلال خودت رو به من بنما، به من نشون بده، و خداوند برمیگرده میگه من تمام نیکویی خودم رو به تو نشون میدم و شروع میکنه با اسامی و صفاتی که اینجا بهش اشاره میکنه که 7 اسم و 7 صفتن. و در برابر تو نام خود یهوه را ندا میکنم. فیض خواهم بخشید به هر کس که نسبت به او فیاض هستم. این نیکویی منه. پس اینجا ما هم فیض خداوند، رحمت خداوند، عدالت خداوند، معمولا قریب به اتفاق فقط راجع به محبت خداوند صحبت میکنن، اما نمیدونن که تمام کلام خدا راجع به رحمت خداست، محبت خدا، قدوسیت خدا، عدالت خدا، خشم خدا، و باید تمام جوانب رو باید تمام صفات خداوند رو باید آدم بهش احترام بذاره. و رحم خواهم کرد بر هر که نسبت به او رحیم هستم. و گفت
اما روی مرا نمیتوانی دید. وقتی که نگاه میکنیم به عهد قدیم میبینیم که هیچ واسطی نیست که بتونه و دیده باشه خدای پدر رو، چون اولا خدا روحه. توی کتاب ایوب داریم فصل 19 که ایوب درخواست میکنه، میدونه و ایمان داره. همینجور توی بازم فصل 33 که میگه میدونم شفیعی داریم و میدونم که در آینده خدا رو خواهم دید. توی عهد قدیم همینجور که عرض کردم خدمتتون هیچ واسطی نیست که خدا رو در رو دیده باشه. اما وقتی که میرسیم ما به نور عهد جدید، رساله کولوسیان فصل 1 آیه 15 میبینیم که مسیح صورت نادیده خداست. یا در انجیل یوحنا فصل 1 آیه 18 میبینیم که کلام خدا میفرماید که هیچ کس پدر را ندید، هیچ کس خدا را ندید جز مسیح که در آغوش پدر بود، جز مسیح که در آغوش پدر بود. یا همون انجیل یوحنا فصل 1 آیه 14 و کلمه جسم گردید و در میان ما ساکن شد و ما شکوه و جلال او را نگرستیم. فیض به عوض فیض، فیض به پری فیض. آمین. آیه 20 و گفت اما روی مرا نمیتوانی دید، زیرا انسان نمیتواند مرا ببیند و زنده بماند. و خداوند ادامه داد اینک نزدیک من مکانی هست که آنجا میتوانی بر صخره بایستی. خب پس اینجا نزد من مکانی است، مقامی است و این مکان مقام صخره ایه. پس روی صخره میتونی بایستی که این صخره طبق رساله اول قرنتیان فصل 10 آیه 4 میبینیم که پولس رسول با هدایت روح القدس میگه اون صخره کسی نبود جز مسیح. پس روی این صخره بایست، اما نیازه که این صخره مضروب بشه. پس این صخره زده میشه، شکافته میشه و موسی در درون این شکاف قرار داده میشه و خداونده که دست خودش رو جلوی صخره یعنی به شکل کفاره قرار میده و اونجاست که حضور خدا، جلال خدا رو موسی نمایان میکنه، متوجه میشه. آیه 22 چون جلال من بگذرد تو را در شکافی در آن صخره می نهم و با دست خود تو را می پوشانم تا آنگاه که بگذرم. سپس دست خود را برخواهم داشت و پشت مرا خواهی دید. پس پشت مرا خواهی دید، قفای مرا خواهی دید، روی مرا نمیتوانی، چون هر کس که روی مرا ببینه خواهد مرد. اما همینجور که یاد گرفتیم متوجه شدیم در نور عهد جدید، همینجور که توی انجیل یوحنا باز شاگردا از عیسی مسیح میخوان پدر رو به ما نشون بده و بعد عیسی مسیح برمیگرده میگه ای فیلیپوس 3 سال من با شما هستم، نمیدونی که هر کس مرا دید پدر را دیده؟ اما روی من دیده نخواهد شد. لوح‌های سنگی جدید فصل 34 خداوند به موسی گفت 2 لوح سنگی همچون لوح‌های نخستین بتراش. اما ما توی فصل 20 دیدیم که خداونده که اون لوح‌ها رو میتراشه و روشون شروع میکنه به نگارش، به نوشتن با انگشتای مبارکش. اما اینجا برمیگره به موسی میگه بتراش. اینجا داره به جد و جهد. ما اگر قرار بر اینه که جلال خدا رو آشکار کنیم، اگر قرار بر اینه که جلال خدا رو اعلام بکنیم، باید در جد و جهد، همونجور که توی عهد جدید میبینیم، با جد و جهد بکوشید که به ملکوت وارد بشید. پس ما باید با قدرت، با قوت، با جد و جهد بکوشیم و اونجاست که خداوند که میاد بر قلب‌های ما، قلب‌های سنگی ما رو تبدیل میکنه به قلب گوشتی و روی قلب‌های ما اون شریعت خودش و احکام خودش رو شروع میکنه به نوشتن و اونجاست که خداونده که در ما ساکنه و در ما زندگی میکنه و ما هم با جد و جهد میکوشیم که خدا رو بر روی زمین جلال بدیم. آیه 2 از آیه 1 میخونم. خداوند به موسی گفت 2 لوح سنگی همچون لوح‌های نخستین بتراش
و من کلماتی را که بر لوح‌های نخستین بود که شکستی بر آنها خواهم نگاشت. پس هیچ فرقی نمیکنه. تمام نوشته‌هایی که بودن که در اون دو لوح بودن، فقط تراشیدنشون باید به وسیله تو باشه. بعد براش تلاش بکنی، برای به دست آوردنش، برای اون جلال خداوند باید شروع کنی زحمت کشیدن، تلاش کردن. بامدادان آماده باش و به کوه سینا برآی. آنجا بر قله کوه نزد من حاضر شو. هیچ کس با تو بالا نیاید و هیچ کس نیز بر تمامی کوه دیده نشود. اینجا داره به قدوسیت خدا، کلام خدا اشاره میکنه. خدا قدوسه، پس نمیتونه کسی که در گناه داره زندگی میکنه بخواد به حضور خداوند بره. اول باید توبه بکنه، اول باید شسته بشه، اول باید پاک بشه از هر چیزی، از درون و بیرون، و بعد بتونه در حضور خداوند حضور داشته باشه. هیچ کس با تو بالا نیاید و هیچ کس نیز بر تمامی کوه دیده نشود، حتی گله و رمه نیز جلوی این کوه چرا نکنند. پس موسی دو لوح سنگی همچون لوح‌های نخست تراشید و همان گونه که خداوند به او فرمان داده بود، سحرگاهان از کوه سینا بالا رفت و دو لوح سنگی را در دستان خود می برد. الان موسی سنش حدود 80 سالشه، همونجور که از فصل 19 یاد گرفتیم که موسی بارها میره بر روی کوه و برمیگرده مثل یک جوانی. بعد که نگاه میکنید به کلام خدا، اشعیا فصل 40 اون انتهاشو که نگاه کنید، کسایی که با قوت خداوندن که مثل جوانها شروع میکنن جست و خیز کنن، و اینجاست که موسی انگار با آسانسور داره بالا پایین میره، تلاش میکنه، میره در حضور خداوند و در حضور خداوندی که اون برکاتو دریافت میکنه. آیه 5: آنگاه خداوند در ابر فرود آمد و آنجا با موسی ایستاد. خلاف فصل 20 اگر یادتون باشه، فصل 19 که در اون ابر و آتش و دود و اون شیپور، اینجا داره با ابر داره کلام خدا بهش اشاره میکنه، با فیضش به موسی داره نزدیک میشه و شروع میکنه به سخن گفتن و نام یهوه را ندا کرد. و بازم اینجا اعلام میکنه به نامش و صفاتش. خداوند از برابر موسی گذشت و چنین ندا کرد: یهوه، یهوه، خدای رحیم و فیاض، دیر خشم و آکنده از محبت و وفا، پایدار در محبت برای 1000 پشت و آمرزنده تقصیر و نافرمانی و گناه. توجه کنید این قسمت آخر رو، آمرزنده تقصیر و نافرمانی و گناه. اما ادامش رو لطفاً دقت کنید. اما تقصیرکار را هرگز بی سزا نمیگذارد. پس آمرزنده است، اما تقصیرکار رو هرگز، بلکه جزای تقصیرات پدران را به فرزندان و فرزندان فرزندان تا پشت 3 و 4 میرساند. حالا به خاطر که این قسمت رو بهتر درکش بکنیم، نگاهی میکنیم به فصل 20 وقتی که خداوند در فرمان رو داد. فصل 20 آیه 5 ببینیم که همین داره اونجا اشاره میکنه، اما داخل اون قسمت واژه اشاره شده، نوشته شده که توی این قسمت نیست و اون به ما کمک میکنه برای درک بهتر این قسمت. در برابر آنها سجده مکن و آنها را عبادت منما، زیرا من یهوه خدای تو، خدای غیورم که جزای تقصیرات پدران را به فرزندان و پشت 3 و 4 آنان که مرا نفرت کنند میرسانم. اینجا به نفرت داره اشاره میکنه. پس اگر مرا نفرت کنن، یعنی همون گناهی که پدر انجام میده پسرم انجام بده، فرق نمیکنه. گناه پدر بر روی پسر و تا نسل 4. اما اگر پسر توبه بکنه،
اون گناه بخشیده میشه و اونجاست که در رحمت خداوند قرار میگیره. اما بریم دوباره نگاه کنیم به فصل 34 و این آیه رو با هم دیگه دوباره نگاهی کنیم. آیه 6. خداوند از برابر موسی گذشت و چنین ندا کرد: یهوه یهوه، خدای رحیم و فیاض، دیرخشم و آکنده از محبت و وفا، پایدار در محبت برای 1000 پشت و آمرزنده تقصیر و نافرمانی و گناه. پس آمرزنده تقصیر و نافرمانی و گناه، اما در انتها اما تقصیرکار را هرگز بی سزا نمیگذارد. پس تقصیرکار را هرگز بی سزا نمیگذارد. پس این تقصیرکار روی صلیب، ما اگه بخوایم بهتر این رو درکش بکنیم، وقتی که مسیح میره بر روی صلیب، اون تقصیرات ما، گناه ما بر روی اون قرار گرفت و همینجور که توی رساله رومیان فصل 5 کلام خدا میفرماید که عیسی مسیح مصلوب شد به خاطر گناهان ما و قیام کرد، رستاخیز کرد که ما پارسا محسوب بشیم. پس وقتی که به نور عهد جدید نگاه میکنیم، به کار عیسی مسیح بر روی صلیب نگاه میکنیم، تقصیرات گناه تک تک ما بر روی عیسی قرار گرفت و ما آمرزیده شدیم و با قیامش پارسا محسوب شدیم. آیه 8. اما خدا محبت خود را به ما اینگونه ثابت کرد. چطوری محبتش رو به ما ثابت کرد؟ قبل از اینکه ما به اون محبت کنیم، اون در ابتدا به ما محبتش رو نشون داد، محبتش رو ثابت کرد. که وقتی ما هنوز گناهکار بودیم مسیح در راه ما مرد. پس مسیح در راه ما مرد، پس اینجا شد آمرزنده گناه. آمین. ادامه بدین. آیه 9. پس چقدر بیشتر اکنون که توسط خون او پارسا شمرده شده ایم، به واسطه او از غضب نجات خواهیم یافت. توجه کنید، به واسطه خون او پارسا شمرده شده ایم. پس با مرگش گناههای ما رو بخشید و با قیامش، با خیزانیدن شدنش ما رو پارسا محسوب کرد. آمین. آیه 7. پایدار در محبت برای 1000 پشت و آمرزنده تقصیر و نافرمانی و گناه، اما تقصیرکار را هرگز بی سزا نمیگذارد، بلکه جزای تقصیرات پدران را به فرزندان و فرزندان فرزندان تا پشت 3 و 4 میرساند. موسی بیدرنگ روی بر زمین نهاده پرستش کرد و گفت: ای خداوندگار، اگر حال در نظرت فیض یافته‌ام، تمنا دارم خداوندگار در میان ما بیاید، با اینکه این قوم گردنکش است. ولی پس می‌بینیم موسی داره درخواست میکنه، با اینکه قوم سرکشه، گردنکشه، اما نیازه که خداوند حضور تو در بین این قوم باشه و به این قوم کمک کن که این قوم بتونن از این شرایط با وجودت، حضورت، اینا نجات پیدا کنن، چون اینا قوم تو هستن. با اینکه این قوم گردنکش است، ولی تو تقصیر و گناه ما را بیامرز و ما را میراث خود بساز. آنگاه خداوند گفت: اینک عهدی میبندم من در برابر تمامی قوم تو. پس اینجا ببینیم که خداوند با موسی عهدی میبنده. ما عهدی رو که توی کتاب پیدایش بود با ابراهیم که عهد یک طرفه بود، یعنی سرزمین. پس خداوند سرزمین رو به ابراهیم وعده شد داد که میبینیم که قوم اسرائیل میرن در سرزمین ساکن میشن. اون عهد ابراهیم یک طرفه بود، اما این عهدی رو که خداوند با موسی میبنده، این عهدیه که دو طرفه است. پس خداوند این عهد رو داد، فرامین رو داد که این قوم هم بتونن اون فرامین رو انجام بدن، همونجور که خودشون اعلام کردن توی فصل 19، توی فصل 24 آیه 3 و 7 که هر چی که خداوند به ما بگه ما اطاعت میکنیم و انجام میدیم. پس خداوند میگه من با شما عهدی میبندم
حالا اگه قراره با شما باشم، در میان شما باشم، مراقب شما باشم، پس شما هم این عهد من رو نگاه دارین. آیه 10. آنگاه خداوند گفت اینک عهدی می‌بندم، من در برابر تمامی قوم تو عجایبی خواهم کرد. اینجا میگه عجایب، با اینکه تمام این عجایبی که داخل مصر انجام داد، بازم میگه عجایبی برای تو انجام میدم و برای قوم تو انجام میدم. کدوم عجایب؟ وقتی که اون اقوام رو خداوند اعلام میکنه که همه این اقوام رو از تمام این سرزمین ها بیرون میکنم و شما رو داخل اون سرزمین ساکن میکنم و من از شما مراقبت میکنم. که تا به حال در میان هیچ قومی در تمامی جهان روی نداده است. قومی که تو در میانشان ساکنی جملگی کار خداوند را خواهند دید، زیرا کاری که با تو میکنم کاری مهیب است. آنچه را امروز به تو امر میفرمایم نگاه دار. توجه کردین؟ اون چیزی رو که به تو امر میفرمایم، این فرمان امر، اون چیزی رو که به تو میگم این رو باید نگه داری. چی رو نگه داری؟ و میبینیم که داره به اعیادی رو که داخل فصل 23 از کتاب لاویان بعد که میرسیم بهش آشنا میشیم. اون 7 عید، اون 7 موسم که با عید فسح شروع میشه و با خیمه ها تمام میشه و خداوند از این قوم درخواست میکنه، امر میکنه، البته فرمان میده که این اعیاد رو باید نگاه دارید. یکیشون عید فسح، عید چهارم عید هفته ها و عید هفتم عید خیمه ها و تمام قوم اسرائیل هر جایی که هستن باید این سه تا عید رو بیان و داخل اورشلیم باشن و اونجاست که خداوند به این قوم برکت میده. و هر کدوم از این اعیاد، هر کدوم از این موسم‌ها وقتی که نگاه میکنیم به عهد جدید میبینیم هر کدوماشون سمبولی از کار عیسی مسیح هستن، به کارهای عیسی مسیح دارن اشاره میکنن. آیه 11. آنچه را امروز به تو امر میفرمایم نگاه دار. من اموریان، کنعانیان، هیتیان، فرزیان، هویان و یبوسیان را از برابر تو خواهم راند. مراقب باش با ساکنان دیاری که بدانجا خواهی رفت پیمان نبندی. اینجا اولین هشدارم داره بهشون میده. پس من اولا مراقبتونم و دوم هشدار بهتون میدم جایی که هستید مراقب باشید از تمام اون چیزهایی که اونا دارن انجام میدن، اونا رو یاد نگیرید، عادت نکنید و حواستون باشه که اونا سنگ لغزشی برای شما نباشن و نشن. پس باید مراقب باشید. اینجاست که خداوند داره هشدار میده. وگرنه در میان تو دام خواهند شد. آیه 13. مذبح‌هایشان را در هم شکن، ستونهایشان را خرد کن و عشیره‌های ایشان را قطع نما. اما وقتی که نگاه میکنیم، به خصوص اگر بعد برید به فصل 25 از کتاب اعداد نگاه کنید، میبینیم که قوم نافرمانی میکنن و میرن دقیقا هر کاری که خداوند گفته نکنید میرن انجام میدن و اونجاست که خداوند شروع میکنه به داوری کردن قوم. ایشان را قطع نما. هیچ خدای غیر را پرستش مکن، زیرا یهوه که نام او غیور است خدایی است غیور. پس اینجا داره به غیرت یهوه اشاره میکنه. همینجور که توی عهد قدیم میبینیم که قوم اسرائیل همچون عروسه و خداوند همچون دامادیه. پس همینطور که داماد نسبت به زنش غیور، غیرت داره و اینجا خداوند میگه که من دوست ندارم، مراقب باشید، حواستون باشه سمت خدایان دیگه نرید. چون اونجاست که وقتی که نگاه میکنیم به کلام خداست که قوم اسرائیل میافتن داخل بی‌عفتی روحانی یا زنای روحانی. آیه 15. مراقب باش با کسانی که در آن سرزمین ساکنند پیمان نبندی، زیرا آنگاه که در پی خدایانشان زنا می‌کنند و به آنها قربانی تقدیم می‌نمایند شما را نیز دعوت خواهند کرد و شما از قربانی ایشان خواهید خورد. و آنگاه که از دختران ایشان برخی را برای پسران خود به زنی بگیرید و آن دختران در پی خدایان خود زنا کنند، پسران شما را نیز
به انجام این کار وا خواهند داشت. بت‌های ریخته شده برای خود مسازید. عید نان بی خمیرمایه را نگاه دارید. همون عیدیو که داخل فصل 12 ما با هم دیگه نگاه کردیم، وقتی که از مصر قوم اسرائیل رو خداوند آورد بیرون، که فرمود این عید رو به یاد بیارید که همون هفته اوله، یعنی فسح که پشت سرش میشد عید نان فطیر. همان گونه که به شما فرمان دادم 7 روز نان بی خمیرمایه بخورید. این را در موعد مقرر در ماه ابیب انجام دهید. ابیب یا همون نیسان یا همون سنبله، همون ماهی که فصل 12 دیدیم که خداوند قوم اسرائیل رو از مصر بیرون آورد. چرا که در این ماه از مصر بیرون آمدید. نخستین ثمره هر رحمی از آن من است. از جمله هر نخست‌زاده نرینه از چهارپایان تو، چه گاو چه گوسفند. نخست‌زاده الاغ را با بره‌ای فدیه دهید، ولی اگر فدیه نمی دهید گردنش را بشکنید. اینجا داره به الاغ و بره داره اشاره میکنه. وقتی که نگاه میکنیم تو کتاب مقدس، به خصوص وقتی که به کتاب پیدایش فصل 16 نگاه میکنیم، وقتی که هاجر از نزد سارا فرار میکنه، از نزد آقاش ابراهیم فرار میکنه و اونجاست که خداوند بهش ظاهر میشه و بهش میگه به تو پسری داده خواهد شد و این پسر مثل خر وحشیه. وقتی که نگاه میکنیم به عهد قدیم، این الاغ یا خر تصویری از طبیعت کهنه است، تصویری از انسان کهنه، انسان قدیمیه، و همینطور که اسحاق یک تصویری از انسان روحانیه. پس اینجاست که کلام خدا میگه باید نفس کشته بشه و برای این نفس این قربانی باید داده بشه و این قربانی بره است. و وقتی که نگاه میکنیم به کتاب لاویان، این بره برای قربانی سوختنی انجام میشد. پس نجات یک شخصی که در اون طبیعت کهنه خودش، در انسانیت کهنه خودش داره زندگی میکنه، فقط از طریق کفاره است، از طریق قربانی که میتونه نجات پیدا بکنه. آیه 20. نخست‌زاده الاغ را با بره‌ای فدیه دهید، ولی اگر فدیه نمی دهید گردنش را بشکنید. هر نخست‌زاده‌ای از پسرانت را نیز فدیه بده. هیچ کس دست خالی در پیشگاه من حاضر نشود. 6 روز کار کن، اما در روز 7م فراغت جو. حتی در موسم شخم زدن و برداشت محصول نیز باید فراغت یابی. عید هفته ها را که همان عید نوبر محصول گندم باشد برگزار کن. این هم عید 4 که همون عید شبات یا همون پنتیکاست محسوب میشه. و همچنین عید جمع‌آوری را. جمع‌آوری انتهای 7 هفته می اومدن تمام محصولات رو جمع میکردن و همونطور که توی کتاب لاویان فصل 23 اشاره میکنن، اون قسمتش و بخشش رو میبرن و به خداوند تقدیم میکنن. عید جمع‌آوری را به هنگام تحویل سال. تحویل سال منظور اون انتهای سال، یعنی عید خیمه ها. همه مردان قوم تو باید سالی 3 بار در پیشگاه خداوندگار یهوه خدای اسرائیل حاضر شوند. این 3 بار منظور عید فسح، عید هفته ها و عید خیمه ها. قوم ها را از برابر تو خواهم راند و قلمرو تو را وسیع خواهم گردانید. و هنگامی که 3 مرتبه در سال می روی تا در پیشگاه یهوه خدایت حاضر شوی، هیچ کس به سرزمین تو دست اندازی نخواهد کرد. داره بهشون وعده میده، داره بهشون اطمینان میده که با اینکه شما توی سرزمینتون نیستید، برای پرستش، برای عبادت میایید به نزد من، اونجاست که من از اون مکان، از اون سرزمینتون، از خونتون، از خونوادهاتون، از دامتون، از زمینتون، از گلتون من مراقبت میکنم. انگار همون آیه‌ای که داخل انجیل متی هست توی فصل 6
آیه 23 که میگه اول در پی ملکوت باشید، بعد همه چیز برای شما مزید است. همه چیز، تو کار من رو بر روی زمین انجام بده، منم تمام نیازهای تو رو، تمام اون چیزی که نیاز داری از آسمان بر روی زمین برای تو جاری میکنم و مهیا میکنم. اما اول در پی ملکوت باش. و دیدیم که اینجا خداوند داره فرمان میده، اون اوامرش رو داره به موسی اعلام میکنه، این اعیاد رو به یاد بیارید. این اعیاد دیدیم، یاد گرفتیم که به عیسی مسیح دارن اشاره میکنن. تمام این اعیاد، پس به این اعیاد احترام بذارید، این اعیاد رو به یاد بیارید، مشارکت داشته باشید، با من باشید. اونجاست که منم از شما مراقبت میکنم و نیازهاتون رو برآورده میکنم. آمین. آیه 25 خون قربانی را با چیزی که خمیرمایه در آن باشد تقدیم مکن. توجه کردین؟ با خمیرمایه. خمیرمایه همش داره به گناه اشاره میکنه. حتی کوچکترین خمیرمایه یک پاتیل رو به قول معروف ترش میکنه. با خاطر همینه خمیرمایه به گناه داره اشاره میکنه. مراقب باشید. بعضی موقع بعضیا فکر میکنن که حالا این که یه گناه کوچیکه. توی کتاب غزل‌ها با هم دیگه یاد گرفتیم مراقب این سمورای کوچیک باشید، مراقب این روباهای کوچیک باشید. خون قربانی را با چیزی که خمیرمایه در آن باشد تقدیم مکن و مگذار از قربانی عید پسخ چیزی تا صبح باقی بماند. بهترین نوبر زمین خود را به خانه یهوه خدایت بیاور. بزغاله را در شیر مادرش مپز. اینجا داره میگه بزغاله رو در شیر مادرش نپز. تفسیرهای زیادی هست در ارتباط با این آیه. بعضیا نظرشون نگاهشون اینه که این کاری بود که اقوامی که توی کنعان بودن انجام میدادن. زنانی که حامله نمیشدن، باردار نمیشدن، میومدن بزغاله رو توی شیر مادرش میپختن برای اینکه حامله بشن. از این طریق میخواستن از خدایانشون کمک بگیرن. اما بعضیا میگن قوم اسرائیل امروز که امروزه به این شکل دارن عمل میکنن، یعنی 2 یخچال دارن، لبنیات رو توی یه یخچال نگه میدارن، گوشت رو توی یه یخچال دیگه، و به هیچ عنوان اینها رو با هم دیگه قاطی و یک جا نمیذارن. آنگاه خداوند به موسی فرمود این سخنان را بنویس، زیرا مطابق این سخنان با تو و با اسرائیل عهد بستم. موسی 40 شبانه روز آنجا با خداوند بود. پس اینجا به موسی میگه تمام این فرامین رو که بهت دادم، تمام این اوامر، همه اینا رو بنویس و این عهدیه بین من و بین شما. پس متوجه شدیم این 2 طرفه است، یعنی کاری رو که خداوند داره انجام میده، در مقابلش باید این فرامینی رو که قوم انجام بدن و رفتار کنن. موسی 40 شبانه روز آنجا با خداوند بود، بی آنکه نان بخورد یا آب بنوشد، و خداوند بر آن لوح‌ها کلام عهد یعنی 10 فرمان را نگاشت. چهره درخشان موسی. ما میریم داخل بخش بعدی. چقدر زیبا. وقتی که توی فصل 32 دیدیم که با گناه قوم، و اما در انتهای فصل 34 میبینیم که به جلال موسی، با جلال داره تمام میشه. قبل از اینکه بخوایم این قسمت رو نگاهی کنیم، ما موسی رو دیدیم که یک نمادی یا یک سایه از عیسی مسیح. وقتی که موسی برای اولین بار از کوه پایین میاد، قوم دارن گناه میکنن، 10 فرمان رو یا همون 2 لوح رو میزنه میشکنه، و اون تصویری که از عیسی مسیح که جلال آسمان رو ترک کرد، اومد پادشاهی آسمان رو ترک کرد، اومد مثل یک غلام و خادمی در بین قوم خودش. اما قوم اسرائیل نه فقط کلام رو، بلکه اون کلام تجسم رو، یعنی عیسی مسیح رو، نه اینکه شکستن بلکه بر روی صلیب مصلوب کردن. اما وقتی که عیسی مسیح با مرگش گناههای ما رو برداشت و با قیامش ما رو پارسا کرد و امروز در آسمان در دست راست پدره و برای ما شفاعت میکنه، و وقتی که بازگشت میکنه، این تصویری که
ما از موسی میبینیم توی این قسمت تصویری از بازگشت ثانویه عیسی مسیح در جلاله. وقتی که کولسیان فصل 3 آیه 4 یا رساله دوم قرنتیان رو با هم دیگه نگاه میکنیم و میبینیم که چقدر زیبا این دو قسمت میتونن این جلالی که موسی اونم به صورت مقطعی داشت خیلی برای ما واضح و آشکار کنه. آیه 29. موسی در حالی که 2 لوح شهادت را در دست داشت از کوه سینا فرود آمد، اما به هنگام فرود آمدن از کوه آگاه نبود که پوست چهرهش به سبب سخن گفتن با خداوند درخشان است. توجه کردین؟ به خاطر که بهتر متوجه بشیم آیه 29 و 34 و 35 رو با هم دیگه نگاه میکنیم، ببینیم چهره موسی چطور شد که جلال پیدا کرد و درخشان شد. میبینیم که داخل این قسمت میگه با سخن گفتن نمیدونست که چهرهش جلال پیدا کرده، چهرهش درخشان شده به خاطر سخن گفتن با خدا. آیه 34 و 35 هم نگاه کنید، بازم اونجا داره اشاره میکنه به خاطر گفتگو کردن با خدا. عزیزان وقتی که با خداوند ملاقات داشته باشین، وقتی که با خداوند مشارکت داشته باشین، وقتی که در دعا باشین، وقتی که در شفاعت باشین، وقتی که در پرستش باشین، وقتی که در مشارکت باشید، اونجاست که زبان، رفتار، اخلاق، ادبیات، تمام اینا تغییر میکنن. اینجوریه که آدم چهرش درخشان میشه. همینجور که ما توی این قسمت از موسی میبینیم. آیه 29 34 و 35 رو با هم دیگه میخونیم و دوباره با هم دیگه ادامه میدیم. موسی در حالی که 2 لوح شهادت را در دست داشت به کوه سینا فرود آمد، اما به هنگام فرود آمدن از کوه آگاه نبود که پوست چهرهش به سبب سخن گفتن با خداوند درخشان است. آیه 34. او هرگاه برای گفتگو با خداوند به حضور او داخل می شد نقاب از چهره بر می گرفت. پس برای گفتگو به حضور خداوند می رفت، برای گفتگو، برای سخن گفتن، از خدا بشنوه تا بیرون می آمد و هنگامی که بیرون می آمد و آنچه به او فرمان داده شده بود به بنی اسرائیل باز می گفت، آنها می دیدند که پوست چهرهش درخشان است. پس موسی دوباره نقاب بر چهره می زد تا آنگاه که برای گفتگو با خداوند به پیشگاه او می رفت. فصل 32 رو اگه بخوایم اسمی براش انتخاب بکنیم میتونیم بذاریم قلب شکسته، و برای فصل 34 میتونیم این اسم رو انتخاب بکنیم صورت درخشان. قلبی که شکسته شد به خاطر غیرتی که برای خداوند داشت، و توی فصل 34 اون مشارکت بین موسی و بین خداوند که کلام خدا میگه موسی دوست خدا و کسی بود که در روبرو با خدا شروع کرد به سخن گفتن، فقط موسی بود، و میبینیم که صورتش درخشان میشه. پس قلب شکسته و صورت درخشان. آمین. خب از آیه 30. چون هارون و همه بنی اسرائیل موسی را دیدند پوست چهرهش می درخشید، پس ترسیدند نزدیک او بیایند، ولی موسی ایشان را فرا خواند. پس هارون و همه رهبران جماعت نزد موسی باز آمدند و او با ایشان سخن گفت. سپس همه بنی اسرائیل نزدیک آمدند و او همه فرمانهایی را که خداوند بر کوه سینا به او گفته بود بدیشان داد. چون موسی سخن خود را با ایشان به پایان رساند نقابی بر چهره زد. او هرگاه برای گفتگو با خداوند به حضور او داخل می شد نقاب از چهره بر می گرفت تا بیرون می آمد، و هنگامی که بیرون می آمد و آنچه به او فرمان داده شده بود به بنی اسرائیل باز می گفت آنها می دیدند که پوست چهرهش درخشان است. پس موسی دوباره نقاب بر چهره می زد تا آنگاه که برای گفتگو با خداوند به پیشگاه او می رفت.
آمین. به خاطر که بهتر این قسمت رو درکش بکنیم میریم به دوم قرنتیان فصل 3 از آیه 7 به بعد رو نگاه میکنیم. ما متوجه شدیم از این قسمت که موسی چهرش درخشان میشه، اما برای یک مدتی بود و بعد دوباره اون درخشندگی برداشته میشد. اما اون جلالی رو که ما در نور عهد جدید داریم که کلام خدا میگه از جلال به جلال، و این درخشانی به هیچ عنوان تمام شدنی نیست. حال اگر خدمتی که به مرگ می انجامید و بر حروف حک شده بر سنگ استوار بود، با جلال به ظهور رسید، به گونه‌ای که بنی اسرائیل نمی توانستند به سبب جلال چهره موسی بر آن چشم بدوزند، هرچند آن جلال رو به زوال بود، چقدر بیشتر خدمتی که به واسطه روح است با جلال خواهد بود. زیرا اگر خدمتی که به محکومیت می انجامید با جلال بود، چقدر بیشتر خدمتی که به پارسا شمردگی می انجامد آکنده از جلال است. زیرا آنچه زمانی پرجلال بود اکنون در قیاس با این جلال برتر دیگر جلوه‌ای ندارد، و اگر آنچه زوال می‌پذیرفت با جلال همراه بود، چقدر بیشتر آنچه باقی می‌ماند با جلال همراه است. پس چون چنین امیدی داریم با شهامت کامل سخن می‌گوییم، نمانند موسی که نقابی بر چهره خود کشید تا بنی اسرائیل غایت آنچه را که رو به زوال بود نظاره نکنند. اما ذهن‌های ایشان تاریک شد، زیرا تا به امروز همان نقاب به هنگام خواندن عهد عتیق باقی است و برداشته نشده، زیرا تنها در مسیح زایل می شود. آمین. حتی تا به امروز هرگاه موسی را می‌خوانند نقابی بر دل آنها برقرار می‌ماند، اما هرگاه کسی نزد خداوند باز می‌گردد نقاب برداشته می‌شود. خداوند روح است و هر جا روح خداوند باشد آنجا آزادی است. او و همه ما که با چهره بی‌نقاب جلال خداوند را چنان که در آینه‌ای می‌نگریم به صورت همان تصویر از جلال به جلالی فزونتر دگرگون می‌شویم و این از خداوند سرچشمه می‌گیرد که روح است. آمین. پس ما از جلال به جلال و با رساله کولسیان فصل 3 آیه 3 و 4 این جلسه رو به پایان می‌رسونیم. آمین. زیرا مردید و زندگی شما اکنون با مسیح در خدا پنهان است. چون مسیح که زندگی شماست ظهور کند، چون مسیح که زندگی شماست ظهور کند، مثل موسی که از کوه اومد پایین، با جلال اومد پایین، با درخشان صورت درخشان اومد پایین، و اونجاست که با بازگشت ثانویه عیسی مسیح اتفاق میفته و با جلال عیسی مسیح میاد پایین. اونجاست که ما اون جلال رو مشاهده میکنیم، نه مثل قوم اسرائیل برای یک مدت کوتاه، بلکه از جلال تا جلال. آمین. زیرا مردید و زندگی شما اکنون با مسیح در خدا پنهان است. چون مسیح که زندگی شماست ظهور کند، آنگاه شما نیز همراه او با جلال ظاهر خواهید شد. آمین. آمین. امیدوارم برکت گرفته باشین. فیض و برکت خداوند عیسی مسیح با شما باشد و بماند. بابت تمام این توپقایی که زده شد، این کلماتی که فراموش شد، امیدوارم که ما رو ببخشید. به دستای امن و گرم خداوند شما عزیزان رو میسپارم. آمین.